سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داد سهراب عادلیان یک سوال داشتم. تقریبا یک سال پیش الحمدلله حاضرم نماز میخوانم. یک سال پیش با همراه پدر در یک خانه نماز میخواندیم. اون وقت من عائله دار بودم، پیش میگذشتم مقصد پدر میگفتن که شما امامتی کنید، ما از قفاتان میخوانیم با همراه دادرا. تقریبا یک سال میشود من از عائله‌ام جدا شدگی هستم، اما حاضر ما تنها گذار نماز میخوانیم. خواستیم همین رو از شما فهمیم که مقصد کدام به پدر گفتگی هست که مقصد مرد بیوزن پیش گذاشتنش جایز نیست. پدر همین را قاعده گرفتگی که مقصد تو بچینید، همه میگم عقل شما گذارید، میگن که نه، مقصد خودت گذار، خودت نماز گذار، خدا تنها خوان، من تنها میخوانم. همین را از شما پرسیدنی هستیم که در این ماه شریف رمضان من میتوانم یعنی پیشگذار شوم در همه نمازها، چون که ما در یک جا کار میکنیم، در وقت نماز به ما اجازه دادگی است که در روید اول نمازتان خوانید. هر هفته روز جمعه الحمدلله ما را جواب میدهد، ما به نماز جمعه میرویم الحمدلله میبیاییم. بعد روز شنبه یک شنبه که عادی هستیم ما کارمان رو میکنیم. در شریعت این خیلی یگان دلیل نیست که یک آدمی که از زنش جدا شده است یا زن ندارد موی از امامتی منع کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ام القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. روایت بخاری. برای مردم امامتی میکنند عالم حافظترین آنها به قرآن، قاری‌ترین آنها به کتاب الله تعالی. کسی که قرآن را خوب میخواند، با تجوید میخواند. یعنی همین خانه 10 نفر است، یگان آدم تجوید نمیداند، اما از خط کریلی خطا حفظ کردگی، لیکن یک نفری آنهای خطاگیش نسبت دیگرها کمتر است. کمتر یعنی به قول روسا بالی مینی امثلهم مگد عرب ها، یعنی بالی مینی درست است قرائتش، همین آدم میگذاره. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ام القوم اقرأهم لکتاب الله، و مردم امامتی میکنند قاری ترین آنها به کتاب الله تعالی. یعنی کی نزدیک باشد قرائتش به قرائت درست، انا همه آدم میگذاره. بنابراین اگر قرائت شما از قرائت پدرتان دیده خوبتر باشد شما میگذارید. او بیزن بودن حتی در بعضی مذهب ها نابالغ باشید هم اجازت است. چون که در صحیح بخاری آمده است که یک صحابه 6 ساله بود، به قبیلش امامتی میکرد. قبیلش همش کافر بودن، مشرکا بودن، اینا کودکا بودن، در پیش آب بازی میکردن. در همین دیهشان آب بوده است، در یک جا مسافرها اگر از همونجا گذرن در پیش آب می ایستادن. در زمانهای قدیم میخه بود. حاضر هم زپرفکه ها می ایستاد برای چی؟ هم برای قضای حاجت و هم برای یک دست روی شستن و هم از هم زپرفکه میکنید و هم یگان چی میخرید از مغازه هاش و آشخانه هاش. یعنی از این زپرفکه ها می ایستاد مسافرها. پیشتر هم بودم زمان مهمان سرای ها، لیکن از وای پیشترش حالی مهمان سرای های هم نبوده. پیشتر آدم ها زیری درخت می ایستادن وقتی سفر، جای آبدار به می ایستادن که هم شتر و اسباشون آب دیان، هم خداشون آب نوشن، هم طهارت کنن. اینا در همون دیهشان هم خیلی جا داشتیان. مسافرهای بین مکه و مدینه به واسطه همینجا می گذشتیان. اونجا مسلمان ها بودن و طهارت میکردن، نماز میخواندن. وقتی که نماز میخوانند این کودک 6 ساله سوره فاتحه از دهان آنها حفظ کرده است، با یک چند سوره ها و آیات ها را حفظ کرده بوده است. روزی که قبیله شان مسلمان میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله، و مردم حافظترین آنها امامتی میکند. سپس روزی که همه برابر اسلام قبول کرد، از همه حافظترین قبیله همین کودک بوده است، 6 ساله. بعد اینا پیش گذرانه. چون که قاری ترین مردم هیچ که حال سوره فاتحه نمیدونه، این میدونه دلکه. چون که هم بازی میکرد در پیش آب، هر روز اونجا مسافرها نماز میخوندن، شام خفتن بامداد، این همون آوازهای اونها، قرائتهای اونها گوش کرده حفظ کرده بود. قبیله که اسلام آورد از همه آدمی که قرآن بسیار میدونه این بود. بنابراین وقتی نماز میخوند
حتی زنهای هم جماعت به اشتراک میکردیم. وقتی نماز سجده میرفت یا از سجده میخست، کم کم همون قفاهاش میتافته است. کودک یا شکو اون وقت ایزارا میه پارچه لحظه بود تا نمیپیچوندن نمازونه. بعد زنها گفتن که استرو ان استقاریکم، قاریتون کنشه اما پوشتون. تو زنها شکایت کردن، بعد مردکا پول جمع کرده یک ایزاری درازتر خریده دادیم. بعد میگه که یگان بار این خیلی خرسان شدگی نبودم. کودک چیزی اندک که خرسان میشه. همین کودک من در صحیح بخاری آمده است که به مردم امامتی میکرد است. بناهن به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که به مردم قاری ترین آنها به کتاب الله تعالی امامتی میکند، اگر در قرائت آنها برای همدیگر برابر باشند، سپس عالم ترین آنها به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اول کسی که قرآن بسیار حفظ میداند، سپس کسی که حدیث بسیار میداند. اعلمهم بالسنه، سنت، فقه، علم حدیث و علم فقه میداند، اون آدم میگذارد. اگر در این هم برابر باشد، سنه اقدمهم سنن و هجرتن و آنه که کلان سال باشد، هم حفظ قرآنش برابر هم حفظ حدیثش برابر باشد، کلان سالتر میگذارد. پیامبر سلام گفتند که یا امکما اکبرکما، علم دو نفر برابر بود، گفتند که بزرگترین شما از روی سن و سال امامتی کنند، خردترینتان قامت گوید از آن گوید گفتند. بنابراین برادران، من چه خیلی که در این حدیث دیدید، کودکی 6 ساله امامتی کرد در زمان پیامبر صلی و در صحیح بخاری امام بخاری حدیث را روایت کرد. بنابراین نماز شما اون از زنتان جدا شدنتان هیچ باکی ندارد و اگر از زنتان جدا شده باشید با کوشش کنید زنم گیرید و خیر، هم زن گیرید و هم امامتی کنید. و وقتی که 2 نفر هستید برادرای عزیز، جماعت شویتون. امام بخاری گفتن که باب الاثنان فما فوقهما جماعت، باب در این باره که 2 کس و زیاده از 2 کس جماعت است. یعنی 2 کس هم اگر یک جای شده نماز خواند و ثواب جماعت میگیرد. ولی بعضی علمای لغت 3 کس میگن، اقل الجمع 3 میگن. جمع کمترین جماعت باید 3 کس باشد. 2 کس باشد تنها گذار میگن، لیکن امام بخاری ممکنه 2 کس باشد جماعت میشد، برای آنکه جماع هم از 2 کس حاصل میشد. کلمه جمعون، یک آدم تنها بود، یک آدم دیگه که با او جمع شد، الکی 2 کس شدن، جماعت شدن. و این چون یک آدم وقتی که اومده به نماز جماعت دیر کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کی به برادرش صدقه میکند؟ صحابه گفتن که یا رسول الله، ما همراهمون هیچ دینار و درهم نگرفتیم که به او صدقه کنیم. گفتن نه، اگر یکی شما به او اقتدا کند، نماز وی جماعت میشد و 27 درجه ثواب میگیرد. اگر هیچ کس اقتدا نکند و یک نفر تنها گذار میخواند، 1 ثواب میگیرد. یا مراتبه کسی جماعت خواند 27 درجه، یعنی ضرب 27 ثوابی تنها گذار چقدر باشد، 27 مراتبه ثوابی بلند میگیرد. یک کسی شما اگر به همین اقتدا کند، گویا که به او صدقه کرده است، چون که از نماز تنها گذار به نماز جماعت نمازش تبدیل می‌یابد. و این حدیث دلالت صریح میکند که 2 کس جماعت حساب میشه. بنابراین همراه پدر جماعت شده خانه‌تان، خواه شما گذارید اگر علمی شما زیادتر باشد، خواه پدر گذارن اگر علمی اون کس زیادتر باشد. والله تعالی